بعد از 5 سال تو ساحل شرقی وقتش شده بود که برگردم خونه. بله. کارل، منم سویی. چه خبر سوی؟ چی کار داری؟ راجر مادرمونه، اون مرده برادر. هی، دستاتو ببر بالا. سر جات وایسا، زانو بزن، بخواب رو زمین. هی اینا رو ور میدارم هرناندز. هی اون مال منه، پول منه، این پول خلافه. پول منه. هی نگرانش نباش، من بعدا ترتیبشو میدم. به خونه خوش اومدی کار، منتظرت بودیم. ما رو که یادت نرفته کار. نه خیر سرکار تمپنی، فقط نمیدونم چرا اینقدر طولش دادیم. برو تو ماشین. آروم باشه ای لعنتی. سرشو بپا. بیا بیرون از اونجا که صفت عوضی احمقای مکزیکی. کیفم ای کیفم. کجا بودی کارل؟ خونوادت چطورن؟ من به خاطر عزاداری مادرم اومدم اینجا، تو میدونی. آره میدونم. خب دیگه چی کارا کردی کارل؟ هیچی، من الان تو لیبرتی سیتی زندگی میکنم. من تمیزم، هیچ کاری نکردم. نه تو هیچ وقت تمیز نبودی کارل. ببین اینجا چی داریم؟ این یه اسلحه هست سرکار پولسکی که 10 دقیقه پیش ازش استفاده شده برای کشتن افسر پلیس. سرکار پندلبری مرد خوبی بود. سریع کار میکنی کارل. دیدی که من همین الان رسیدم. چه خوب شد ما تو رو پیدا کردیم و تفنگ ازت گرفتیم. اون تفنگ من نیست. به من مزخرف نگو کارل. بهش مزخرف نگو کار. این دفعه دیگه از من چی میخواین؟ ما هر وقت تو رو بخوایم تو رو پیدا میکنیم. پس سعی کن دیگه افسرهای پلیس رو نکشی. شما نباید من اینجا ول کنید، اینجا منطقه بالاساست. تو که میگفتی من بیگناهم کارل. مرکز گشت 58 صحبت میکنه. بعدن میبینمت کارل. کار پندلبری کشته شده، تمام. دیدی هرمند. لعنتی، بازم همون داستان همیشگی. بدترین جای دنیا. 5 سالی میشه که تو گروو استریت دیده نشدم، ولی بالاسا اهمیتی نمیدن. دادای اینجا بدتر از روسیه هستن. گروو استریت، خونمون. حداقل قبل از اینکه همه چی رو به هم بریزم.